در حال حاضر داریم برای مراجع عزیزمون لیزر CO2 فرکشنال آنجلا انجام میدیم. حالا میخوام از زبون خودشون بشنویم که مشکلشون چه بوده و چه کاری براشون انجام شده. اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشه. من برای اسکار آکتاهام اومدم خدمت آقای دکتر و تا الان 4 جلسه لیزر CO2 فرکشنال انجام دادم به همراه PRP و خیلی راضی بودم. تقریبا تا الان حدود 80% جواب گرفتم و حالا در ادامه انشاءالله کامل برطرف بشه. خیلی ممنون، لطف کردین. سلامت باشید.